سلام، من شبنم هستم. به پادکست مسیر حضور آرامش خوش اومدید. در این مراقبه با هم به آرامش درونی خواهیم رسید. جایی که ذهن و بدن میتونه آروم بگیره، بازسازی بشه و در سکون سهر بیابه. امروز با هم سفری به دنیای سکوت و آرامش درون خواهیم داشت. در این لحظه همه چیز رو رها کنید. با هر نفس آرامش بیشتری رو به درون خودت بیار. اجازه بده بدن و ذهنتون آروم بشه. این مدیتیشن با عنوان آغاز آرامش درونی مناسب افرادیه که به دنبال تجربه های اولیه از آرامش و سکون ذهنی هستن، یا حتی بر افرادی که با مدیتیشن آشنایی بیشتری دارن ولی به دنبال یک مدیتیشن آروم و پایه‌ای برای بازگشت به لحظات حال هستن. این مدیتیشن برای مبتدیان، افراد پرمشغله، افراد با تجربه متوسط و کسانی که به دنبال کاهش استرس هستن. این مدیتیشن در مرحله مدیتیشن آرام بخش تمرکز بر تنفس و بدن قرار داره. پایه و مبتنیش بر ذهن آگاهیه و تکنیک های ساده مانند تمرکز بر تنفس و آگاهی به احساسات بدن استفاده میشه. به عبارت دیگه این مدیتیشن به عنوان یک تمرین ابتدایی برای ورود به مرحله عمیق‌تر و پیچیده‌تر مدیتیشن میتونه مفید باشه. این مدیتیشن به طور کلی به دست مدیتیشن های ذهن آگاهی آرام بخش تعلق داره که با تمرکز بر تنفس و بدن ذهن رو به آرامش دعوت یک وضعیت راحت رو پیدا کنید، چه نشسته باشه چه دراز کشیده. دستاتون رو روی زانوها یا کنارتون قرار بدید. زمانی که آماده شدید به آرومی چشاتون رو ببندید. نفسهای خودتون رو متمرکز کنید. یه نفس عمیق و بینی بگیرید و ریه هاتون رو کاملا پر کنید و به آرومی از دهانتون خارج کنید. دوباره انجامش بدید. یه دم عمیق بگیرید و در بازدم احساس کنید شونه هاتون نرم و رها میشه. یک بار دیگه نفس بکشید و با بازدم هر گونه تنش رو رها کنید. حالا بگذارین تنفس‌های شما به ریتم طبیعیش بازگرده. نیازی به کنترل اون نیست. فقط جریان هوا رو به درون و بیرون مشاهده کنید. احساس کنید قفسه سینه‌هاتون به آرومی بالا پایین میره. هر نفسی که میکشین دعوتی برای آرامش بیشتر به این لحظه است. احساسات بدن خودتون رو مشاهده کنید. شاید وزن بدنتون رو احساس میکنید. هوای خنک رو روی پوستتون یا ضربان آروم قلبتون رو حس میکنید. نیازی به تغییر چیزی نیست. فقط مشاهده کنید. همچنان که نفس میکشید یک نور نرم و گرم در مرکز قفسه سینه خود تصور کنید. این نور نمایانگر آرامش درونی شماست. جایی که از سکون در وجودتون. با هر دم این نور روشن‌تر میشه
و به آرومی در سراسر بدنتون گسترش می‌یابه. احساس کنید این گرما در سینه‌تون پخش میشه، به بازوهاتون، به پاهاتون و نوک انگشتای دست و پاهاتون. و با هر بازدم هر گونه استرس و ناراحتی داری رها کنید. بگذاری این نور هر تنشی رو حل کنه. اگه افکاری ظاهر شدن، اونا رو بدون قضاوت بپذیرید. بگذارید بگذرند، مانند ابرهایی که در آسمان حرکت میکنن. هیچ نیازی نیست به چیزی بچسبید. تمرکزتون رو دوباره به گرما و آرامش درونی خودتون بازگردونید. شما در لحظه حاضر هستید. شما اینجا هستید. شما در صلح و آرامش هستید. برای چند لحظه به این آرامش باقی بمونید. در اون نفس بکشید و با اون نفس بکشید. اجازه بدین خودتون در حضور این آرامش درونی مستقر شوید. بدونید که این آرامش همیشه درون شماست. در زمانی که به اون نیاز داشته باشین قابل دسترسیه. وقتی آماده شدی تا آگاهی خودتون رو بازگردونی، به آرومی انگشتای دست و پای خودتون رو تکون بدید. لحظه‌ای وقت بگذارید تا ارتباط بین بدنتون و فضای اطراف رو حس کنید. هر زمانی که احساس آمادگی کردین، به آرومی چشاتون رو باز کنید و این حس آرامش درونی رو با خود به باقی روزتون ببرید. ممنونم که امروز با من همراه بودید. به یاد داشته باشید که این آرامش همیشه درون شماست و هر زمان که بخواید میتونید اونو بازگردونید. نماسته.